سلام. در این گفتگوی ویژه میزبان دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد امارات اسلامی هستیم تا درباره وضعیت اقتصادی افغانستان، مسیرهای بدیل تجارتی پس از تنش‌ها با پاکستان، همکاری‌های منطقه‌ای با ایران، آسیای مرکزی، روسیه، چین و هند و همچنین برنامه‌های حکومت برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تاجران و ایجاد فرصت‌های کاری گفتگو کنیم. در شرایطی که افغانستان با چالش‌های اقتصادی، بیکاری، بازگشت مهاجرین و تحولات منطقه‌ای روبرو است، این گفتگو تلاش خواهد بود تصویر روشن‌تر از برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی امارات اسلامی را ارائه نماید. من میزبان یوسف خان لاله هستم. آقای دکتر سلام بر شما، با برنامه خوش آمدید. سلامت باشین. من هم خدمت شما و مردم شریف افغانستان عرض سلام دارم. در خدمتتان هستم. اگر در نخست بپرسم که یک تصویر کلی از وضعیت اقتصادی افغانستان نزد شما چی است؟ وضعیت اقتصادی افغانستان با کدام طرف روان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر ما چشمانداز اقتصادی افغانستان روشن و مثبت است. ما حرکت رو به جلو داریم و در حوزه‌های مختلف هم سیاستگذاری دقیق، هوشمندانه و علمی صورت گرفته برای پیشرفت اقتصادی افغانستان و هم در حوزه‌های اجرایی ما گام‌هایی را برداشتیم که در سالهای آینده میتونه اقتصاد افغانستان را به طرف خودکفایی سوق بده و در نهایت برای فقر و ناداری نقطه پایان بگذاریم و عملا پروژه های انکشافی در افغانستان رونق پیدا بکنه. و این دلیل است که ما با توجه به این فرآیندها وضعیت اقتصادی افغانستان را مثبت ارزیابی میکنیم و چشمانداز روشنی را برای فردای اقتصادی افغانستان به تصویر میکشیم. اگر این وضعیت ما با دوران جمهوریت مقایسه بکنیم، کدامش خوب بود؟ وضعیت اقتصادی در وقت امارت یا در دوران جمهوریت؟ خب هر دوره ممکنه شاخصه ها و مؤلفه های خاص خود داشته باشد در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی، اما مهمترین نقطه متفاوت در حال حاضر در مقایسه با گذشته ها است که ما از استقلال اقتصادی برخوردار هستیم، به این معنا که رشد تولیدات داخلی در صدر برنامه های ما قرار دارد. مثل گذشته ما متکی به حمایت های خارجی نیستیم که یک نوع اقتصاد رانتی و اقتصاد کاذب را در دستور کار خود قرار بده که با یک تحول دچار فروپاشی و رکود شود. برعکس ما می‌خواهیم که کارگران مولد و زحمتکش ما مورد حمایت قرار بگیره، بخش خصوصی ما تقویت شود، کسانی که در عرصه تولید فعالیت داره اینا مورد پشتیبانی قرار بگیره که اقتصاد افغانستان با ظرفیت‌های داخلی و ملی مدیریت شود، نه با کمک خارجی که اگر او کمک قطع شد باز اقتصاد ما دچار فروپاشی شود. به این دلیل است که مهمترین تفاوت است که در حال حاضر، یعنی در دوره امارت اسلامی با دوره جمهوریت، ما میتونیم با عنوان یک نقطه عطف او را مقایسه بکنیم. شما ایره میپذیرین که مردم افغانستان و در کل سرمایه‌گذارای افغانستان و در کل جامعه عام افغانستان، مردم عام افغانستان، مردمی که در شهرها و روستاها زندگی میکنن، مشکلات اقتصادی روبرو هستند؟ بدون شک ما با شرایط اقتصادی کشور آشنا هستیم و تلاش ما است که این فرآیند مدیریت شود. به این معنا که هم بیکاری که یک معضل هست در افغانستان، مثل که در بسیار از کشورهای دیگه هم بیکاری وجود داره، برش نقطه پایان گذاشته شود یا حداقل کاهش پیدا بکنه. و همین دلیله که پروژه های اشتغالزا در اولویت کاری ما قرار داره تا از این طریق ما بتانیم برای نسل جوان کشور در واقع وظیفه و شغل ایجاد بکنیم. یک گزارشی که در اواخر نشر شده گفته بود که 70% مردم افغانستان بیکار هستند، شغل ندارن، راه درآمد ندارن. تاییدش میکنین؟ به هیچ وجه گزارش ما تایید نمی کنیم و گزارش های مشابه هم با اهداف سیاسی و فشار بیشتر در دستور کار مخالفان ملت افغانستان قرار داره که عمدتاً در افغانستان نتانستند به اهداف سیاسی خود دست پیدا بکنه. او کشورهایی که اینجا مقاصد سیاسی را دنبال میکردن در حال حاضر بیشتر با جنگ نرم تلاش میکنه که
یک نوع گسست بین مردم افغانستان ایجاد بکنه و یک نوع ناکامی را به دولت افغانستان نسبت بده. به این دلیل که از نظر ما گزارش ها واقعیت نداره، گزارش های کارشناسی حرفه‌ای و مطابق با واقعیت های افغانستان نیست، بلکه بیشتر به منظور تهییج افکار عمومی و فشار بر امارت اسلامی دنبال میشه. میخوایم این موضوع را زیادتر اشاره کنم، زیادتر بحث کنم بالا از این مورد. وقت ناوقت سازمان‌های مختلف، سازمان‌های جهانی همچون یونیسف، یونیتسیار یا در کل یونما یا هم اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها گزارش‌هایی را میدن که مردم افغانستان با فقر روبرو هستند، با نداشتن غذا روبرو هستند، با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. همواره از طرف شما رد میشه. مشکل در کجاست که یک ناهماهنگی است بین گزارش‌های شما و بین گزارش‌های جامعه بین‌الملل و سازمان‌های دیگر؟ ناهماهنگی نیست، بلکه یک نوع جنگ است. یعنی در واقع افغانستان در حال حاضر هم با جنگ روایتگری مواجه است. شما با سازمان‌های بین‌المللی در جنگ هستید. ما با سازمان‌های بین‌المللی همکار هستیم، با کشورهایی که به گونه‌ای با اهداف رسانه‌ای و ژئوپلیتیک میخواهند نفوذ سیاسی خود در افغانستان یک بار دیگر اگر کشور یک طرف بگذاریم، سازمان‌های مثلا یونیسف، یونیتسیار، WFP یا راپورهایش را شما تایید میکنید درباره فقر و گرسنگی درباره مردم افغانستان؟ ببینید، شما گزارش بانک جهانی را مطالعه بکنید. اخیراً گزارشی که اینا نشر کرده از رشد نزدیک به 5% تولید ناخالص داخلی افغانستان گزارش خود را بازتاب داده و منتشر کرده و در سال آینده هم پیش بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان 6% خواهد بود، یعنی قبل از قبل. و همینطور شما اگر به صورت عینی تحولات اقتصادی افغانستان را در نظر بگیرید، به عنوان شاخص ما خدمت شما بیان میکنم که مردم شریف افغانستان هم کاملا با او آشنا باشند. وضعیت پول ملی ما را شما در نظر بگیرید، امروزه در ارتباط با اسعار خارجی بله رشد قابل توجه داره و جزء پولهای باثبات در سطح جهانی محسوب میشه. بله. نرخ تورم را شما به عنوان یک شاخص دیگه اقتصادی در نظر بگیرید، در افغانستان حتی از کشورهای مهم منطقه پایینتر است و کنترل شده. و همینطور شما در بحث صادرات و شفافیت نظام گمرکی افغانستان اگر این را مقایسه بکنید با کشورهای دیگه، با دوره‌های گذشته، از نظر مجامع بین المللی یک پیشرفت بسیار مطلوب و قابل توجه هست. بنابراین گزارش مجامع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، مثل بانک جهانی که از اعتبار جهانی برخوردار هست، همیشه کارکردهای ما را تایید کرده و ما همکاری بسیار جدی داریم با مسئولان بانک جهانی و همینطور مجامع بین المللی مثل سازمان ملل متحد با تمامی جوانب از اونا ارتباط ما ارتباط مطلوب هست. اگر من اینجا بپرسم که به نظر شما چند درصد مردم افغانستان فی الحال با فقر مواجه هستند؟ ببینید، نظر به شماره ها و احصایه هایی که شما داشتین جناب دکتر. در دنیای امروز فقر به صورت نسبی میتونه مورد مطالعه و پژوهش قرار بگیره. یعنی اگر ما بیایم مقایسه بکنیم وضعیت افغانستان را که نیم قرن است با بحران دست پنجه نرم کرده، شاهد جنگ‌های داخلی و خارجی بوده و نزدیک به 5 سال است که به یک ثبات سیاسی دست پیدا کرده و 5 سال پیش اینجا نیروهای آمریکایی و سربازان ناتو حضور داشت. اما یک کشوری که تازه به ثبات سیاسی، به استقلال سیاسی دست پیدا میکنه، با یک گذشته 50 ساله‌ای که سرشار از بحران‌های مختلف و متعددی داخلی و بین المللی بوده. بنابراین ما اگر منصفانه قضاوت بکنیم وضعیت امروز ما بسیار خوب مدیریت شده. من برای شما گفتم که ثبات پول ملی ما، کنترل نرخ تورم یا کاهش نرخ تورم، توسعه صادرات ما، جمع‌آوری شفاف مالیات ما و نظارت دقیق بر گمرکات افغانستان و همچنین منابع افغانستان یا بودجه افغانستان که از منابع و عایدات داخلی و ملی ما ترتیب و تنظیم شده، اینا دستاوردهای کمی نیست. بله. بنابراین طبیعی هست. اگر از 10 نمره بتین با کارکردهای وزارتتان چند نمره میتین؟ ما باورم است که نمره را باید مردم افغانستان بدن. شما چند نمره میتین؟
خود ما کارکرد خود را مثبت و مطلوب میدانیم. به همین دلیل است که از ما ده چند نمره میتین آقای دکتر؟ ما از ده خود 10 نمره میتیم. از ده خود 10 نمره. هیچ مشکل اقتصادی وجود نداره. به خاطر که ببینید شما از وزارت ما سوال کردید. بله. وزارت ما کارش پالیسی سازی هست. بله. سیاست گذاری هست. بله. سیاست گذاری که در افغانستان طی 5 سال عمر امارت اسلامی انجام شده کاملا دقیق، هوشمندانه، علمی، واقع بینانه و در راستای منافع ملی کشور بوده. بله. اما در حوزه اجرایی ممکنه کاسته های وجود داشته باشه. مثلا بخش زراعت را وزارت زراعت اجرا میکنه. حوزه انرژی را وزارت انرژی، حوزه تجارت را وزارت تجارت. ببینید ارگان‌های مختلف در این دخالت داره. اما ما کارنامه خود را به این دلیل مثبت میدانیم و به این دلیل 10 نمره را برای همکاران خود در نظر میگیریم که در حوزه سیاست گذاری کاری نبوده که وزارت اقتصاد را انجام نداده باشه. اما در حوزه اجرایی ممکنه کاسته های وجود داشته باشه. آقای دکتر اگر بپرسم فرض کنیم، یک فرضیه ایجاد میکنیم، اگر امروز تمام کمک‌های بشری که به افغانستان صورت میگیره، اگر یونیسف، یونیتسیار، یونما یا هر WFP، هر سازمان دیگر قطع شود کمک‌ها، با اقتصاد افغانستان آیا میتونه که رشد کنه یا حداقل به فروپاشی نره؟ ما تا نزدیک به 5 سال نشان دادیم که اقتصاد ما نه تنها دچار فروپاشی نمیشه. اگر کمک‌ها قطع شود، در حال حاضر هم کدام کمک جدی به ما صورت نمیگیره. WFP، یونیتسیار، یونسکو هیچ کمکی؟ ما که خدمت شما میگم چون مؤسسات و اینجاها زیر نظر ماست. ببینید ایالات متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن آقای ترامپ به دلیل خصیصه خاص سیاسی که اونا داره، کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان قطع کرد که ما بارها اعتراض کردیم. یعنی ما خواستیم که کمک‌های بشردوستانه همچنان بشردوستانه باقی بمانه و از مسائل سیاسی تفکیک شود. کشورهای غربی در کنار ایالات متحده آمریکا کمک‌های خود را به افغانستان یا کاهش داده یا کاملا قطع کرده. نهادهای مستقلی که بعضی از اونها در افغانستان کمک میکنه عمدتاً کمک‌های بشردوستانه را در دستور کار خود قرار داده که همیشه ما در جلسات خود از اینا خواستیم که کمک‌ها را سمت سوی انکشافی و توسعه بده تا ما بتونیم در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان گام‌های جدی را برداریم. بنابراین پروژه هایی که در حال حاضر در داخل کشور ما اعمال میشه، پروژه های زیربنایی، زیرساختی، همه با عایدات ملی افغانستان هست. شما پروژه پشت‌تپه را در نظر بگیرید، سرگاهی که در کابل و کلان شهرها ساخته میشه در ولایات افغانستان، بسیار خوب، و سردخانه هایی که ساخته شده، اینا همه با حمایت و ظرفیت ملی ساخته شده. بله. آقای دکتر، یک چالش را که شاید شما هم با موافقه کنین که چالش وجود داره، محدودیت‌های بانکی است که مردم افغانستان و شاید سرمایه‌گذارهای افغانستان همراهش روبرو باشه. شما چگونه میتونین که با وجود از این محدودیت‌ها بتونین که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را یا تجارای خارجی را جلب و جذب افغانستان بسازین و چی کارهای را انجام دادین تا این محدودیت‌ها را برطرف بسازین و جامعه جهانی را قناعت بدین؟ با تأسف باید بگوییم که ما در عصر زندگی میکنیم که مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و در چنین وضعیت من پیشتر تاکید کردم که بیشتر رویکردهای سیاسی هست. به این دلیل است که محدودیت بانکی هم در همین پارادایم میتونه قابل تبیین باشه. وضعیت اقتصادی که در افغانستان وجود داره یک وضعیت رو به جلو هست. ما برای سرمایه گذار ملی و بین المللی تسهیلاتی در نظر گرفتیم که در تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی افغانستان بی پیشینه هست. مثلا چی؟ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده. اگر سرمایه گذار خارجی در افغانستان میخواد سرمایه گذاری بکنه در حوزه اقامت از اینا که در گذشته ها بسیار چالش وجود داشت، تسهیلات ویژه مد نظر قرار گرفته. در حوزه مسئولیت سرمایه از اینا و ضمانت حفاظت از جان، مال و سرمایه از اینا تدابیر بسیار جدی در نظر گرفته شده. با توجه به امنیت سراسری که در داخل کشور وجود داره و همچنین سیاست امارت اسلامی است که در حوزه انرژی با توجه به مشکلاتی که خود ما داریم، خصوصا انرژی برق، بر از اینا تسهیلاتی در نظر گرفته شده که اینا
هیچ وقت با کمبود انرژی روبرو نشود. شهرک های صنعتی بر از اینا زمین همه از جمله تحصیلاتی هست که آقای دکتر بازم میگم اگر فرض کنیم شما یک تجار اروپایی باشین با شرایطی که فی الحال افغانستان داره، آیا میخواستین که در افغانستان سرمایه گذاری کنین یا شرایط براتون فراهم بوده است که شما سرمایه گذاری کنین؟ من فکر میکنم که برای هر تاجر، اگر اروپایی هم باشه، اگر از غرب هم باشه، جدا از آسیای میانه و کشورهای همجوار، او بستگی به این داره که او غربی نسبت به افغانستان چی دیدگاه داره، چی نگرش داره. تجارت. اما اگر با وضعیت اقتصادی ما این فرایند مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، من پیشتر بر شما گفتم که این تسهیلات در کمتر کشور وجود داره. یعنی اگر بخواید در یک کشور همسایه ما سرمایه گذاری بکنه، ما این مقایسه کنیم با افغانستان، تسهیلات را که ما در نظر گرفتیم در هیچ کشور همسایه ما وجود نداره. آقای دکتر، ایران افغانستان را کشور دوست و برادر خطاب میکنه، همسایه ماست. آیا در عرصه تجاری هم افغانستان هم ایران را کشور دوست و برادر خطاب میکنه؟ ما با همه همسایه های خود دوست و برادر هستیم. با هیچ کشور همسایه خود دشمنی نداریم. بله، مردم پاکستان هم مردم مسلمان است، با ما مشترکات داره، در واقع همسایه ماست و در دوره جهاد از مردم افغانستان حمایت کرده. در آخر برنامه هستیم، تمام مردم افغانستان صدای شما را میشنوند، پیام داشته باشید. پیام ما به مردم افغانستان است که تحت تاثیر مداخلات بیرونی قرار نگیره و برای وحدت و یکپارچگی خود هر آنچه در توان داره تلاش بکنه. همه ما مسئولیت داریم برای یک افغانستان قوی و مقتدر و متحد تا کشور خود را بسازیم و هیچ بیگانه‌ای به فکر ساختن افغانستان نیست. دکتر عبداللطیف نظری صاحب، معین مسلکی وزارت اقتصاد، از حضورتان در برنامه بسیار زیاد سپاسگزار هستم و بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت دادید. سلامت باشین، شما بخیر باشین ان شاء الله. بینندگان عزیز، شما را هم به الله پاک میسپارم تا دیدار بعد. خدا نگهدار.